السلام علیکم مردم مهاجر، مردم تاجیکستان. یک سال می شود که من از محمد تیوی بچه ها بلیت خرسوز که بودن برای من توصیه دادن که یک بار بلیت خرچی ممکن است برد میکنه. من بلیت خریدم 3 دانه برد کردم. محمد تیوی در پرمای افیر و من زنگ زد، گفت که تو کیا اپتیما برد کردی، زنگ ما رو انتظار شد. بعد من زنگ زدم خودم، گفتن که ما ماشین میتیم پول سوم نمیتیم. گفتم من راضی شدم. بعد گفتن که ماشین نمیتیم پول میتیم. گفتن چند پول؟ گفتم 850,000. گفتم من اینش من راضی شدم. بعد خلاصی گپ همین که من بینانه چقدر گذشت زنگ مرا نمی بدارد و من صفحه نمی نویسم، جواب نمی دهد. من خودم آدمی معیوبی گروهی دویمم، آدمی اینولید. من نمی آیلی که کم با پاوری بچه ها و افغان میپزم ایسابی اما من با آیلینگ میتید، آیلی که کم با کار میکنم. من دیگه دستم دیگه یگان کار نمی بیاد. همه اینها دروغ میگوید. جوانای محترم، من از شما خواهش، مهاجرا جوانا، از همه اتون خواهش میکنم که به محمد تیوی باور نکنتون. همه بازی ها بلیت نخریدم. من میدونم که جوانا بسیار بلیت میخرن. باور نکنتون. اپای خوندن شویتون، اینستیتوت بدرایتون، مکتبای ناس خوندم. این بازی ها باور نکنتون. من فریب خوردم، شما من فریب خوردن نمیخواهم. مهاجران محترم، من فریب کرد. بین خلق من اونجا 58,000 آدم بلیت خریده بود. من نمیخواهم که شما هم همه فریب خوردن و بین خلق به آوازه و گپ شویدم. همون به اسمون خواهش میکنم که بلیت نخریدم. وای فریبکار مشینک وای بلیت نخریدم.